باعث خرسندی است که خزینه معنوی حوزه ادبی فارس زبانان معاصر انگلیا تا رفت با شاهکاری‌های نو به نو غنی‌تر می‌گردد. به نزدیکی کتاب تازه ایجاد ادیبه خوش‌سلیقه افغانستانی که الحال با حکم تقدیر در بریتانیای کبیر زندگی دارد، خانم تمنا ایثار با نام رحیم پاره پیشکش خوانندگان گردید. در چاره‌بینی که بخشیده بر رونمایی کتاب مذکور دایر گردید، اهل علم و ادب، شاعر و نویسندگان و کتاب دوستان فارس زبان انگلیا شرکت ورزیدند. ناطقان چاره‌بینی عائد موضوع و پرمحتوای کتاب حرف زدند. رحیم پاره در حقیقت سند زنده از بخشی از تاریخ زنان افغانستان هست که چه بر سر یک مملکت برای فروپاشی 20 سال تلاش و امید برای یک نسل افغانستان صورت گرفته و در این کتاب نویسنده تلاش کرده به عنوان یک منبع زنده، یک منبع حقیقی و واقعی آنچه که در افغانستان اتفاق میفته، چشم دیدهایی را که مشاهده میکنه را به وسیله قلم بیان بکنه. من فکر کنم برای تاریخ ادبیات زنان افغانستان مخصوصا در بخش خاطرات روزانه نویسی اهمیت خودش را دارد. من در پایان کتاب را دوست داشتم اینکه نویسنده کتاب بعد از اینکه کشور را ترک میکنه و به این سرزمین ها میآید متوقف نمیشه، تلاش میکنه که دوباره خودش را بسازه، تلاش میکنه دوباره روایت دیگری از خودش را به عنوان یک زن افغانستانی که کشورش را از دست داد، مادرش را از دست داد، در حقیقت باز تکرار کنه. چون عنوان کتاب رحیم پاره است و رحیم در حقیقت نماد خود افغانستان هست. مادری است که به یک بار پاره شده است و فرزندان خودش را از دست داده است. پایان کتاب پر از امید نسبت به آینده نوشته شده. طوری که همصحبت ما ابراز نمود، کتاب مذکور هرچند عائد حیات پرتلاطم یک مهاجر زن است که بعد سقوط کشورش به ملک بیگانه می رود، در اصل تصویرگر احساس قلبی تمام زنهای مهاجر است که هر زمان یاد وطن، یاد نزدیکان و پیوندان دور از بر اذیتشان می دهد. این احساس را هنگامی که والدین ادیبه از افغانستان توسط ویدیونوار با نشر کتاب دختر خود را تبریک گفتند، از اشکهای تلخ و سوزان او برعلا احساس نمودن ممکن بود. انگیزه اصلی تمنا جان بر نوشتن کتاب امی تحولات اخیر در افغانستان بود، نابرابری ها و امو سختی های مهاجرت که ترک وطن و آمدن در یک کشور نو، فرهنگ جدید، محیط جدید، مردم جدید، زبان جدید، درد مردم افغانستان بخصوص زنا. تمنا جان آماده داشت که دست قلم بگیره و کتاب بنویسه. این کتاب کلاً روایت تمام زنان افغانستان از جامعه افغانستان در کل بخصوص تمرکز بیشتر روی زنان است و چه خوب که این کتاب به قلم یک زن نوشته شده و صدای زنای افغانستان است و این تنها نمیتونم بگویم که زنای افغانستان، زنان در تمام جوامع ما فکر میکنم از مشکلاتشان از یک جا برمیخیزه و به نظر من این کتاب نه تنها برای زنای افغانستان بلکه برای تمام زنها در سراسر جهان صدایشان میتونه باشه. باید تاکید نمود که تمنا ایثار در برابر نوشتن این کتاب خود یک دسته صورت‌های را تصویر کرده است که بیانگر محتوای این کتابند. آن روز این تصویرها نیز در گوشه مخصوص نمایشگاه پیشکش بینندگان گردانیده شد. سرآغاز این تصاویر صورت‌ها زمان نقش بست، رنگ‌ها با هم آمیخت که تمنا جان به نهایت در مشکلات اضطراب و استرس و دوری از فامیل، از وطن دست و پنجه نرم میکرد و یگانه راهی که تمنا پناه آورد همین بود که با نوشتن کتاب آغاز کرد که هنوزم بسنده نبود تا بتانه درد خود از طریق نوشته بگویه و بنویسه. روی آورد با این که بتانه چیزهایی را نقش ببنده و همین بود که تمنا جان به کشیدن آثار چون تاریخ، آثاری که بیانگر ظلم و ستم بر علیه زنان با توجه به شرایط فعلی کار آغاز کرد. کم کم با چند تصویر کوتاه ولی کم کم داشت دید که استعداد نهفته از خدا را شکر که داده بود برش، توانست که چند اثر گوهربار که بیانگر فرهنگ ما، مردم ما
صدای ما و هویت ما باشه. هر صورت وقتی شما توجه بکنین، تمرکز بیشتر داشته باشین، بیانگر یک فاجعه است، یک امید است، یک آزادی. نه تنها زن بلکه وطندار، مرد زن همه میتونن در این تصاویر خود را بیابند. نمونهش مثل نقشه از افغانستان عزیزمان. یک نمونه دیگری است از زبان فارسی که به اسم گل بادام میتونیم او را نام ببریم که او بهترین از هنرهای همش بهترین است و تمنا جان هیچ استاد در این عرصه نداره، ولی استعداد بالایی که خداوند به ایشان عطا کرده با تمامی تلاشش که هر صورت را برتان گفته میتونم 3 بار 4 بار از سر آغاز کرده و اینا را جان داده، از خونش، از تنش، از احساساتش که همش از احساساتش سرچشمه گرفته و چیزی نیست که مثلا این آموخته باشه، کسبی باشه. این چیزی نهادینه در وجود تمنا که خواست اینا را به تصویر بکشه و درد دل داشته باشه با هموطنان ما، با همزبانای ما. در پایان چاره‌بینی ادیبه تمنا ایثار خود به سخن برآمد. در نطق چهره و وجاهت او سیمای زنان قهرمان و آزادیخواه و عدالتجوی و صاحب معرفت افغانستانی را دیدن ممکن بود که این چیز از نظر اشتراکچیان باریکبین چاره‌بینی نیز دور نماند. کتاب خانم تمنا ایثار کتابی است از آنچه بر مردم افغانستان، بر زنان و دختران افغانستان در سالهای سخت، تلخ و تیره‌ای که در حاکمیت یکی از عجیبترین و عقب مانده ترین گروه های در بنیادگرا اتفاق افتاده روایت میشه. به خاطر این کتابی خواندنی است، ما را با دنیای دختران در قهرمان در افغانستان آشنا میکنه و امید میبخشه که این دخترانی نیست که تسلیم میشود، دخترانی که از نسل رابعه بلخی، از نسل هزاران شاعر بزرگ در بدخشان و بخارا و سمرقند و بلخ و هرات است، تسلیم شدنی نیستند. خلاص رونمایی کتاب خیلی خاطرمان گذشت. همزمان حاضرینی که عاید به حیات و ایجادیات ادیبه شوق ظاهر نمودند به سؤال و پرسش های خود پاسخهای صحیح گرفتند. دلیلی که من این نام به کتاب انتخاب کردم اولش است که میخواستم نام به تنهایی خود با یکی از تابوها بجنگه. تابو بودن تن و بدن زن و جدا از اینکه تن و بدن زن همواره در جامعه ما تابو بوده، صدایش، هویتش، زنانگیش تابو بوده و ما میخوایم این نام تا زنده است بتونه با همی مبارزه بکنه و به مردم ایره فریاد بزنه که دیگه تن و بدن زن تابو نینگن. دلیل دومی است که من خواستم با انتخاب این استعاره ایره به مردم بگویم که مردم افغانستانی و یا هر انسان، فرق نمیکنه کدام کشور، کدام نقطه از جهان، میتونه در استثنایی ترین لحظه دوباره متولد شود از خاکستر خود، از درد خود، از رنج خود، از شکست خود، از جنگ وطن خود. همونطوری که افغانستان ما بارها بعد دهه‌ها جنگ دوباره سر بلند کرده، آباد شده، وطن ما همچنان در مقابل هزار فقدان، فراق، شکست، جنگ دوباره ایستادن، مبارزه کردن و ادامه دادن. به صفت معلومات رسانیدنیم که کتاب مذکور محصول زحمت 4 ساله ادیبه بوده در نشریات کتاب کابل نشر کرده شده است. در واقع ما با این ادیبه جوان و خوش سلیقه صحبت آراستیم که روزهای نزدیک پیشکش شما مخلصان عزیز خواهیم کرد. فرخ یلداشف از انگلیه مخصوص برای آریان.